سلام دوستان، روزتون بخیر باشه. امیدوارم که عالی باشید. اینجا کانال نور درون هست، جایی که در مورد زندگی، عشق، معنویت و قانون جذب صحبت میکنیم. این ویدئویی که براتون آماده کردم یک سری پرسش و پاسخ هست در مورد روابط شعله‌های دوقلو و قسمت دومیه که دارم این کار رو انجام میدم و مدتی پیش فایل اول رو براتون گذاشته بودم که این بخش دومش هست. پس بریم سراغ یک سری سوالهای جدیدی که میخوایم در این مسیر ممکنه براتون پیش بیاد و میخوایم بهش جواب بدیم. خب سوال اول اینه که بعد از اینکه اتحاد نهایی رخ داد، اون کاری که بهش میگیم مأموریت روحی مشترک برای شعله‌های دوقلو چطور خودش رو نشون میده؟ چطور این دو نفر باید بفهمن که قراره چه کاری با هم انجام بدن؟ چون در نهایت این اتحاد فقط برای عشق نیست، بلکه برای خدمت به انرژی الهی و کمک به بقیه برای صعود و شفا یافتنه. اونها چطور این مسیر مشترکشون رو میتونن در روابط شعله‌های دوقلو پیدا بکنن؟ خب پاسخ این سوال اینه که مأموریت روحی دوقلوهای روحی خیلی مهمه. بعد از اینکه شعله‌های دوقلو به هم رسیدن که عشق پایه و اساس این اتحاده، ولی در واقع دلیل اصلی اومدن شعله‌های دوقلو به زمین کار نوری بوده که بهش میگن لایت ورک. شعله‌های دوقلو به عنوان یک گروه نوری برای کمک به صعود سیاره اومدن. کدهای خاص هر زوج شعله‌های دوقلو بعد از اتحاد به اونها نشون داده میشه. نمیتونن فقط در عشق و رابطه دو نفره بمونن. باید حرکت کنن به سمت میدان متحد سوم، اون فضایی که عشقشون در اون به خدمت بشر در میاد. این مسیر بسته به علایق، مکانها، استعدادها و شغلهایی که دارن متفاوته. مثلا ممکنه که زوج شعله دوقلویی در بخش‌های دولتی مستقر باشن. اونا وارد اتحاد شدن و حالا دارن در واقع میخوان توی دولت بمونن. چرا؟ به خاطر اینکه نیاز هست به نور در مکان‌های تاریک، در نهادهایی که پر از فریب و فساد و انسداده و نور باید در این بخش‌ها حضور داشته باشه. این مثال در مورد یک زوج شعله دوقلویی هست که در آمریکا هستن و این مثال رو براتون زدم که متوجه بشین مأموریت شعله‌های دوقلو به چه شکلی ممکنه که به پاکسازی کمک بکنه و به نوعی نقش این شعله‌ها در بیداری جمعی انسان‌ها گسترش پیدا میکنه. زوجهای دیگه ممکنه قبل از اتحاد فیزیکی وارد مأموریت نوری بشن. یعنی یک حالتش وجود داره که شعله‌های دوقلو بعد از اینکه متحد شدن مأموریت مشترکشون آغاز میشه. ولی برای بعضی ها هم اینطوریه که زوجها قبل از اتحاد فیزیکی به صورت مستقل وارد مأموریت نوریشون میشن که بهشون میگن دوقلوهای سیاره‌ای یا پلنتری توینز که با فاصله از شعله‌های دوقلوشون کار نوری رو انجام میدن، چون برای درمان شبکه‌های انرژی زمین باید در نقاط جداگانه‌ای مستقر باشن. در این مدل مأموریت اول شروع میشه، بعد عشق فیزیکی وارد میشه. ولی بعضی دوقلوها اول با عشق به هم میرسن، بعد کار نوری و لایت ورک آغاز میشه. ولی در نهایت وقتی صعود کامل اتفاق میفته، یک تغییر بزرگ در شبکه انرژی شعله‌های دوقلو رخ میده. یه چیزی مثل جابجایی قطب‌ها. و بعد از اون قطعات پازل قدیمی دیگه به هم نمیخورن و وارد حوزه‌ای هولوگرافیک میشن. انگار دیگه اون انرژی ها به شکل خطی یا دو بعدی نیستن. روح ها در هم ادغام شدن و یک حالت اسپیرال نورانی و متحرک دارن. دو جسم و یک روح مشترک در واقع الان دیگه وجود داره. فرکانسش کاملا متفاوته با چیزی که در مرحله جدایی یا فردیت تجربه شده بود.
درباره کارگران روحی، درباره کارگران نوری یا لایت ورکر هایی که از دوقلوهای روحی که ابتدا به عنوان یک لایت ورکر و کارگر نوری با هم همکاری میکنن، در واقع از قبل در اتحاد هستند، میخوام صحبت کنم. اونها از قبل با هم در ارتباطن، به همدیگه کد میدن، با هم انرژی ها رو به اشتراک میذارن و بینشون عشق زیادی وجود داره. اونا ابتدا کار نور و صعود رو انجام میدن و بعد عشق رو به عنوان هدیه‌ای از طرف انرژی کل دریافت میکنن. هدیه‌ای برای همه کارهایی که انجام دادن. وقتی وقتش برسه انرژی کل اونها رو به هم میرسونه. اما اونها از یک شبکه انرژی متفاوت میان. انرژیشون بیشتر مغناطیسیه. با کدهای مغناطیسی و قطب شمال زمین کار میکنن. در واقع اونهایی هستند که تمرکزشون بر عشق و شکستن الگوهای قدیمی رابطه هاست. خب این دسته که توضیح دادم براتون بهشون میگن لایت ورکرز و دسته دوم بهشون میگن لاو ورکرز. از دسته دوم از این شعله های دوقلویی که میخوام توضیحش رو بدم براتون بهشون میگن لاو ورکرز. لاو ورکرز اونهایی هستن که تمرکزشون بر شکستن نظام‌های کارمایی، حذف برنامه‌های قدیمی در ماتریکس مربوط به روابطه. یعنی اونها هدفشون و مأموریتشون شکستن الگوهای قدیمی روابطه. در واقع مأموریت نوری این گروه از شعله‌های دوقلو از طریق تخریب الگوهای کهنه آغاز میشه. بعد باید اون الگوی جدیدی که با هم در واقع ایجاد کردن رو زندگی کنن و از دل اون زندگی جدید کار نوریشون رو با فرکانس منحصر به فرد و کد روحی مشترکشون در واقع بروز بدن. در مورد دو دسته مختلف از شعله‌های دوقلو صحبت کردیم. کسانی که لایت ورکرز هستند، کارگران نوری هستند و لاو ورکرها یعنی کسانی که کارگران نمیدونم چطور بگیم عشق هستند. اونهایی که دسته اول، پس اول مأموریت ها شروع میشه و بعد اتحاد رو به عنوان یک هدیه دریافت میکنن. دسته دوم هم کسانی هستند که به اتحاد میرسن و با همدیگه در حال شکستن الگوهای قدیمی رابطه هستند، در حال تغییر ماتریکس هستند. خب بریم سراغ سوال بعدی. یه بار کارمایی همراه انسانه که احتمالاً طی فرایند شفا پشت سر گذاشته شده. حالا میخوایم بدونیم که این کارما و این شعله‌های دوقلو با چالش‌های دنیای فیزیکی چه میکنن؟ چطور این اتحاد، مأموریت روحی، خدمت به جهان و انرژی کل با واقعیت‌های زمینی مثل شغل، محل زندگی، بچه‌داری و مسئولیت‌های روزمره هماهنگ میشه؟ چطور همه اینها کنار هم پیش میرن؟ چون خیلی ها بچه دارن، شغل دارن، وظایف مختلفی دارن و چطور این هماهنگی اتفاق میفته؟ خب جواب این سوال اینه که بعد سوم خودش رو در بعد پنجم متولد میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی دوقلوهای روحی به اتحاد نهایی میرسن، پیمایش دنیای فیزیکی آسان‌تر میشه، چون دارن الگوهای جدیدی خلق میکنن. و این خیلی مهمه که بدونیم قبل از رسیدن به اتحاد واقعی دیگه کارمایی باقی نمیمونه. اون نقطه‌ایه که دو نفر در عشق خالص به هم میرسن، فقط از طریق شبکه‌های دارمایی. یعنی تا وقتی که کارمای حل نشده‌ای وجود داره، اتحاد امکان پذیر نیست. دوقلوها زمانی با هم متحد میشن که عشقشون از طریق دارما، وظیفه روحی، تغذیه بشه، نه از بار کارما. وقتی این اتفاق بیفته، چالش‌های کارمایی اطرافیانشون هم از بین میره یا خودشونو حل میکنن، چون فرکانس ارتعاشی اونها بالا میره. مثلا اگر بچه داشته باشن، بچه ها هم از این فرکانس بالا بهره مند میشن، چون عشق خالص بین زن و مرد الهی بهشون منتقل میشه.
بچه‌هایی که با شعله‌های دوقلو در تماس هستن معمولاً روابط کارمایی نخواهند داشت. اونها مستقیماً وارد روابط دارمایی یا سولمیت یا همروح میشن، چون از مسیر والدینشون عشق حقیقی رو یاد گرفتن. به ویژه در مورد دوقلوهایی که الان در اتحاد هستن، چون اونها واقعاً حقیقت عشق رو زندگی میکنن. البته اینجا در مورد مردهایی صحبت نمی کنم که هنوز در انرژی های تحریف شده گیر کردن یا با شریک های کارمایی درگیرن و دارن بازی می کنن. منظورم مردهایی که کار درونی رو انجام دادن، وارد مأموریت نوری شدن، با زن الهیشون متحد شدن و حالا دارن در حقیقت، شفافیت و عشق زندگی می کنن. این انرژی به فرزندان منتقل میشه و الگوهای جدیدی روی زمین ایجاد میکنه. پس حتی اگه چالشی وجود داشته باشه، دیگه به شکلی که قبلا وجود داشته عمل نمیکنه، بلکه اون چالش ها هم ارتعاش پیدا میکنن. در این حالت شعله‌های دوقلو دیگه بخشی از ماتریکس نیستن، بلکه ماتریکس رو غیر فعال میکنن. آهنرباهای ناخودآگاهی که مانع اتحاد بودن رو در واقع از بین میبرن. بچه‌هایی هم که وجود دارن، بچه‌ها ارتعاششون بالاتر میره، شغل‌ها ارتعاششون بالاتر میره. اگه توی شغلی باشن که دیگه مطابق با حقیقتشون نیست، اون شغل از بین میره. دیگه ماسک و نقابی وجود نداره، توهم و فریب درباره پول از بین میره. دیگه نمیگی که من به خاطر پول باید این کار رو بکنم. همه چیز تغییر میکنه، چون وقتی در اتحاد شعله‌های دوقلو هستی، وارد فراوانی واقعی میشی و اگه اون شغل برات مناسب نباشه، خود به خود از بین میره. زندگی در واقع بعد سومی شعله‌های دوقلو در حالت اتحاد به شکلی که قبلا میشناختن فرو میریزه، چون حالا اونها در حقیقت خودشون، در عشق خالص، در خدمت الهی و نور الهی زندگی میکنن و در این فرکانس یک شبکه انرژی عدد 8 بینشون جاری میشه. بین دو نفر یک جریان بیپایان انرژی که قدرت و عشق رو تقویت میکنه تا با هم میدان متحد سوم رو بسازن و در این حالت هر چیزی که سر راهشون قرار بگیره به شکل احسن به یک ورژن بهتری تبدیل میشه و این همون قدرت بی‌نظیر وصال دوباره شعله‌های دوقلو. برای همه انرژی های زنانه الهی که دارن این فایل رو گوش میدن، میخوام بگم که اگر تو در مسیر شعله‌های دوقلو هستی، بدون که تو خیالاتی نیستی، تو دیوونه نیستی، وقتت رو تلف نمی کنی. اگه با خودت و درونت صادق بمونی و به صدای شهود درونت گوش بدی، اون وقت پیشرفت واقعی اتفاق میفته. حرف‌هایی مثل این که در واقع انرژی مردانه الهی هنوز کاری نکرده حقیقت نداره، به خاطر اینکه اگه تو کار کنی اونم درون خودش کار میکنه، اگه تو کار نکنی اونم نمیکنه. شما آینه همدیگه هستید، همینقدر ساده. پس اینو بدون که شما یک آگاهی هستید، واقعا فقط یک آگاهی در دو بدن مجزا هستید که دارید همدیگر رو تجربه میکنید. این یعنی چی؟ یعنی شعله‌های دوقلو یکی هستند، یک آگاهی که از طریق دو ظرف متفاوت با دو فرکانس متفاوت، یکی یین و یکی یانگ، همدیگر رو تجربه میکنن. اگه یین که نقش انرژی زنانه هست داره کار میکنه، یعنی داره به روح خودش اعتماد میکنه، میره درون خودش و از پرسیدن سوال از بیرون، از آدم‌هایی که چیزی نمیدونن دست برمی‌داره، اون وقت همه چیز تغییر میکنه. خیلی مهمه که به منبع الهی وصل بشی، به مشاور درونت وصل بشی، چون انرژی زنانه الهی خودش یک مفهومه. اگه تو قدرتت بمونی و تو انرژی عشق، امید و ایمان بمونی و به خدا اعتماد کنی، وصال اتفاق میفته. وصال شعله‌های دوقلو اجتناب ناپذیره. اگر شعله دوقلوت رو توی این زندگی دیدی، تا وقتی که حضور داشته باشی، کار بکنی، در عشق ظاهر بشی، کاملا بی‌نقص، در صداقت و با حذف ایگو، وصال هم اتفاق میفته.
افرادی وجود دارن که فقط به برچسب شعله‌های دوقلو آگاه بودن و فقط سطحی با این نوع از ارتباط روحی آشنایی داشتن و بعضی‌ها فقط در همین حد می‌دونستن که این یه برچسبه یا یک مفهومه درباره نوعی از ارتباط روحی، یا اینکه فقط تا همین حد آگاهی داشتن که این یه پیوند عمیق روحیه، یه جور رابطه خاص که با چیزی که قبلا تجربه کردن فرق داره. و وقتی جدایی پیش میاد اونجاست که خیلی ها سردرگم میشن، ولی اونایی که واقعا درک میکنن، اونایی که اون اتصال واقعی رو حس کردن، حتی وقتی جدایی پیش میاد یه جور آگاهی و شناخت درونیشون باقی میمونه. یه چیزی هست که نمیتونن انکارش کنن. میدونن که این همون آدمیه که یه بخشی از خودشونه و برای همینه که نمیتونن ولش کنن. حتی اگه بخوان، حتی اگه همه دنیا بهشون بگه که باید رهاش کنن یا دیگه ادامه ندن، اون اتصال هنوز زنده است. و اینجاست که سفر واقعی شروع میشه. چون اون جدایی باعث میشه که ما عمیق بشیم، باعث میشه با خودمون روبرو بشیم، با ترس هامون، با زخم هامون، با الگوهای شرطی شدگیمون، و بعد اون مرحله عظیم شفا دادن میاد. یاد میگیریم که چطور خودمون رو دوست داشته باشیم، یاد میگیریم که چطور خودمون رو ببینیم، چطور خودمون رو در آغوش بگیریم و با هر قدمی که در مسیر عشق به خودمون برمیداریم در واقع داریم به اون وحدت نزدیکتر میشیم. به همین دلیله که این سفر فقط درباره وصال با اون آدم نیست، درباره وصال با خودته، با روح خودت، با حقیقت خودت. و بعد شخص دیگه هم، شخص مقابلت هم همین مسیر رو طی میکنه. حتی اگه تو نبینی یا ندونی، اینو باید بدونی که این یه سفر آینه‌ایه. همه چیز بازتابه. تو هرچی بیشتر در عشق و آگاهی باشی، اون هم همین مسیر رو طی میکنه. به همین دلیله که باید به خودت متعهد باشی، نه به برچسب، نه به نتیجه، بلکه به خودت، به روح و آگاهیت، به رابطت با انرژی الهی. و وقتی این تعهد رو ادامه بدی، اون وصال، اون اتحاد اجتناب ناپذیره. نکته مهمی که در موردش صحبت کردیم اینه که این مسیر خطی نیست، یه مسیر مارپیچه. گاهی بالا میری، نور رو تجربه میکنی، گاهی میری توی تاریکی، با زخمهات روبرو میشی. ولی هر بار که از تاریکی بیرون میای، قوی‌تر، روشن‌تر و نزدیکتر به حقیقتت قرار میگیری. و توی تمام این فراز و نشیب‌ها همیشه این آگاهی درونت هست که هدایتت میکنه. همون صدای درونی، همون حضور الهی. و این پیام برای تمام انرژی های زنانه الهیه که شما تنها نیستید و با اینکه این مسیر خیلی سخته و گاهی امیدت رو از دست میدی، حقیقت اینه که اگه به خودت و خداوند اعتماد کنی، اتحاد حتمیه. قدر خودتون رو بدونید، به تمام انرژی های زنانه الهی قدر خودتون رو بدونید، به خودتون باور داشته باشید و مسیرتون رو با عشق و صداقت ادامه بدید، چون شما لایق وصال هستید و وصال هم خواهد اومد. خب، فایل امروز هم تا اینجا باشه. ممنونم که تا اینجا همراه هم بودی. فکر میکنم که یه فایل سومی هم در مورد همین پرسش و پاسخ ها هم داشته باشم که این دومین ویدئوش بود که براتون آماده کردم. یه ویدئو سومی هم براتون آماده میکنم که در روزهای آتی توی کانال قرار میدم. امیدوارم که براتون مفید باشه. دوستتون دارم. فعلا خدا نگهدار.